دوستان سلام. امروز اومدیم با معرفی پمپ‌های بشکه‌کش دینو تایوان که تو 3 تا متریال تولید میشه. یک متریال PP و PVDF و استیل 316 که بر اساس نوع سیالی که ما از بشکه میخوایم انتقال بدیم میتونیم از این 3 تا متریال استفاده بکنیم. بریم با هم محتویات داخل جعبه پمپ دینو رو داشته باشیم. ما یه دونه 1 متری PP داریم، یه دونه 7 سانتی استیل که با یه الکتروموتوری که اینجا داره از 1000 دور تا 20000 دور قابل تنظیمه که به راحتی میتونه این دور رو شما تنظیم کنید بر اساس نوع سیالی که دارید. 20000 دور در دقیقه میزنه الکتروموتور که شما میتونید پمپ رو به این حالت که حالا کانکشنش هستش اینجا این قسمت فیکس کنید و پمپ رو ببندید. به همین راحتی شما میتونید از این استفاده بکنید. حالا دورش کمیش میذارم. این هم به این صورت. حالا بازش میکنم. و استیلش رو وصل میکنم. یه نکته هستش دقت داشته باشید که موقع وصل کردن خود پمپ الکتروموتور فشار جانبی وارد نکنید، چون قطعات این قسمت رزو پلاستیکی هستن احتمال شکستنش زیاده. خب حالا ما این دور رو کم میذاریم. حالا این بخش هم نگاه بکنید. این پروانه از نوع پلیمری یا PVDF باشه یا PTFE که بر اساس اون تولید شده و توی این استیلش قرار گرفته. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ما رو سابسکرایب داشته باشید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوی جدید ما با خبر بشید.